مشروع خبرهای این ساعت با من احمد شاه شکوهمند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اظهاراتی تازه گفته که نمیخواهد هیچ شهروند امریکایی در بازداشت امارت اسلامی باشد. آقای ترامپ بار دیگر از نحوه خروج نیروهای آن کشور از افغانستان انتقاد کرده و افزوده که رژه‌های نظامی نیروهای امارت اسلامی با تجهیزات امریکایی او را خشمگین می‌کند. پیش از این بارها آدام بویلر نماینده کاخ سفید در امور زندانیان به افغانستان سفر کرده و با مقام‌های امارت اسلامی برای تبادل زندانیان گفتگو کرده است. با سلیمان اکبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که به سیاستگذاری بی پرده و تند در میان رئیس جمهوران آن کشور شهر است و همواره سخنان تند و تهدیدآمیز در برابر کشورهای جهان به ویژه افغانستان بیان کرده، به تازگی در گفتگو با یک رسانه امریکایی درباره بازداشت یک شهروند ایالات متحده که نزد امارت اسلامی است گفته هرگز نمیخواهد هیچ امریکایی در بند امارت باقی بماند. وی در بخش دیگر از سخنانش افزوده که امارت اسلامی دینیس کویل را بدون مرتکب شدن جرم بازداشت کرده و در بند نگه داشته است. طالبان به هیچ گناهی و به سادگی دنیس کویل را بازداشت کردند و همچنان او را در بازداشت نگه داشتند. من هرگز نمیخواهم هیچ امریکایی نزد طالبان گروگان باقی بماند و اگر او بیگناه باشد گام‌های عملی را برای آزادسازی او خواهم برداشت. پیش از این بارها آدام بویلر نماینده ایالات متحده در امور زندانیان برای تبادل زندانیان امریکایی به افغانستان سفر کرد و سبب تبادل زندانیان میان دو طرف نیز شده بود. اما گویا طعم حضور و تلخی خروج ایالات متحده از پایگاه نظامی بگرام همچنان از کام ترامپ نرفته و آن را واداشته تا بار دیگر در مورد آن اظهار نظر تند کند و بایدن را به باد انتقاد بگیرد. رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری به مناسبت نخستین سالگرد دور دوم ریاست جمهوری خود خروج آشفته نیروهای امریکایی از پایگاه هوایی بگرام را شرم‌آور دانسته و گفته که از دیدن رژه‌های نظامی نیروهای امارت اسلامی که به قول او در خیابان‌های کثیف و تجهیزات نظامی امریکایی انجام می‌شود او را خشمگین می‌سازد. And while they gave away a lot to Afghanistan, the Taliban, which was just horrible seeing them every year, seeing them do that military down some dirty street. من نیز در حال خارج شدن از افغانستان بودم، اما این کار را با عزت و قدرت انجام می دادم. ما رئیس بودیم و آنها هیچ کاری در برابر ما نمی کردند. امریکا مقدار زیاد تجهیزات نظامی را به طالبان داد. این کار واقعا وحشتناک بود. دیدن این که طالبان هر سال با تجهیزات امریکایی در خیابان‌های کثیف رژه می‌روند شرم‌آور است. پایگاه بگرام یک مرکز نظامی بزرگ امریکا بود که 1000 هکتار زمین در اطراف آن وجود داشت و نباید از آن خارج می‌شدند. این یک فاجعه بود که بایدن رقم زد. به صورت کلی نه نظم جهانی را به دست دارند بلکه شکست در افغانستان خوردن و اسلحه هایی که از ایشان در افغانستان باقی ماندن به صورت کلی یک غنیمت شمرده میشه و حال افغانان و اردوی ملی اسلامی از آن استفاده دفاع تمامیت ارضی آنها را روا داشتن و از آنها استفاده میکنند. این در حالی است که پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بارها از نحوه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان انتقاد کرده و گفته بود قصد دارد این پایگاه را از امارت اسلامی پس بگیرد، موردی که با واکنش شدید امارت اسلامی روبرو شده و مقام‌های اماراتی گفتند حکومت افغانستان حاضر نیست حتی یک وجب خاک کشور را به کسی بدهد و امارت اسلامی اجازه نمی‌دهد یک نیروی خارجی با لباس نظامی در افغانستان حضور داشته باشد. به ادامه خبرها خوش آمدید. وزارت خارجه امارت اسلامی میگوید که افغانستان در نشست اقتصادی ایکو اشتراک نمی کند. این وزارت افزوده که با وجود دریافت دعوتنامه رسمی از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو برای اشتراک در نشست مربوط به حوادث طبیعی در اسلام آباد، پس از ارزیابی‌های لازم تصمیم گرفته شد که هیئت امارت اسلامی در این نشست شرکت نکند. این در حالی است که تنش‌آمیان امارت اسلامی و پاکستان همچنان پابرجاست. بلال آریان. محترم جناب، دهمین نشست وزیران سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو امروز چهارشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان و بدون حضور نماینده امارت اسلامی آغاز شد. این نشست به هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در مورد کاهش خطر حوادث طبیعی برگزار شده است.
وزارت خارجه امارت اسلامی گفته که با وجود دریافت دعوتنامه رسمی از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو برای اشتراک در این نشست مربوط به حوادث طبیعی در اسلام آباد، پس از ارزیابی‌های لازم تصمیم گرفته شد که هیئت امارت اسلامی در این نشست شرکت نکند. اصول بین‌المللی هم ایجاب میکند که شورای اشتراک کننده منفعت خود در نظر میگیره، نظر خود، پیشنهاد خود و در اجندا قبلا درج میباشه و اجندا شریک میشه. اگر چنین نباشه فعلا در سازمان ایکو در اسلام آباد برگزار میشه، عدم اشتراک نماینده افغانستان یا امارت اسلامی به نظر ما اگر منافع افغانستان باشه خوب است که اشتراک نکنه. अफगानिस्तान के हवाले से जो बात की है این در حالی است که تن شامیان کابل و اسلام آباد همچنان پابرجاست. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تازه ترین اظهارات خود بیان کرده که افغانستان کشور همسایه ماست، اما متاسفانه چه دولت‌های گذشته و چه حکومت فعلی از مهمان نوازی ما قدردانی نکردند. آقای شریف افزوده است که در توافقنامه دوحه آمده که خاک افغانستان برای فعالیت‌های هراس افغانی استفاده نخواهد شد و اما حکومت افغانستان به این توافقنامه عمل نکرده است. फिर जब मजबूरन दिन रात वो हमारे भाइयों को शहीद कर रहे थे, उस दिन पर हमने उनको एक آنها وقت شبانه روزی برادران ما را به شهادت می رساندند. ما برای درس عبرت به آنها عمله کردیم. بعد از آن جلسات شد و هیچ نتیجه نداد. ما فقط یک خواست داشتیم و برای آنها گفتیم که گروه بیرون مرزی هراس افغان فرق ندارد، TTP باشد یا BLA، جنبش آزادی بخش بلوچ باشد یا گروه های مورد حمایت و پشتیبانی هند، آنها را مانع شوند. متاسفانه آنها هیچ تعهد جدی ندادند. در نتیجه تجارت و ترانزیت به گونه کامل متوقف شد که نباید چنین میشد، اما آنها ما را مجبور ساختند. صدر اعظم پاکستان اگر اظهارات میکنه به اسناد را ارائه بکنه که از خاک افغانستان بالای مناطقی که خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان است آغاز انجام میشود. افغانستان به تعهد خود وفا کرده، تا هنوز وفادار است و در آینده وفادار خواهد ماند که خاک خودشان علیه دیگران استعمال نشود. ولی ما از پاکستان ایرا میخواهیم که خاک شما باید علیه ما استفاده نشود. در سوی دیگر اما سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی امارت اسلامی روز گذشته گفته است که حکومت افغانستان خواهان صلح در کشور پاکستان است. آقای حقانی همچنان افزوده است که کابل نمیخواهد از خاک افغانستان و پاکستان بر ضد یکدیگر استفاده شود. وزیر داخله از مردم خواست امنیت منطقه را حفظ کنند و تاکید کرد مشکل‌های بجا مانده از 2 دهه گذشته باید از راه جرگه و گفتگو حل شود. افغانستان خدای پاک د 500 کالو بدبختی نه مشکلات نه خدای پاک او یو دی راحت و د امن ساته خدای پاک روبسو خدای یو نعمت ورکو امنیت خدای پاک برحال کو موږ دا غوړو چې پاکستان د موږ اسلامي ګوندي ورور هیواد دی یغه د پورا موږ دا امن غوړو چې خدای پاک دلته په دې کوم داسې اسلامي او اخواتي امن خدای پاک روالي دغه د موږ نه دی تاسو ونه رسیږي دی نه موږ تاسو ونه رسیږي د حل پورا دا وطن د مرکه وطن دی د جرګې وطن دی همیشه پریکړې فیصله شوې دي خو په جنگ کې خپل غیرت کړی دی خپل میدان مسوتلای دی خو په مرکه او جرګه کې چې کوم دی موږ الحمدلله جنه کمزوري نه یو پیوړی غوړي به کوشش وکړو چې دا مشکلات ستونزې په جرګه او په مرکه حل کړي. این همه در حالی است که نیروهای رژیم نظامی پاکستان روز دوشنبه بار دیگر در ولسوالی معروف کندهار با هم درگیر شدند. در پی تلاش‌های امارت اسلامی برای گسترش روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی با کشورهای جهان، سردار احمد شکیب، سفیر امارت اسلامی در اسلام آباد، با ریچارد لندزی، فرستاده ویژه بریتانیا برای افغانستان دیدار و درباره مسائل امنیتی، منطقه‌ای و تأثیر سیاست‌های امارت اسلامی بر زنان و دختران گفتگو کرده اند. در همین حال فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش امارت اسلامی، در سفر رسمیش به قطر با رئیسان ستاد ارتش شماری از کشورها دیدار و گفتگو کرد. در پی تلاش‌های امارت اسلامی برای گسترش روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی با کشورهای جهان،
سردار احمد شکیب سفیر امارت اسلامی در اسلام آباد با ریچارد لندزی فرستاده ویژه بریتانیا برای افغانستان دیدار و درباره مسائل امنیتی منطقه‌ای و تأثیر سیاست‌های امارت اسلامی بر زنان و دختران گفتگو کردند. برای تمام تقابل‌ها از طریق گفتمان رای حل پیدا میشه که نماینده ویژه بریتانیا در پاکستان همراه سفیر افغانستان دیدار کرده طبعا میتونه گام‌های مثمر ثمر مدیریت شود، اما جانب پاکستانی تقابل‌ها را مدیریت میکنه. بریتانیا از جمله کشورهایی هست که به صورت مستقیم بالای پاکستانی‌ها مدیریت داره. اگر بخوان میشه که تقابل‌ها به اساس برنامه‌های از او بر اساس منافع ملی و تفاهم تبدیل شود. در بخش نظامی اما فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش امارت اسلامی افغانستان در سفر رسمی خود به قطر در چارچوب دیدار از نمایشگاه دمدکس با رئیسان ارتش شماری از کشورهای جهان از جمله آرژانتین، سومالی، آذربایجان، عمان و قطر دیدار و گفتگو کرده است. تبادل تجربه، تبادل نظریات و معرفی با اردوهای دیگر کشورها و همچنان معرفی اردوی یا مقامات بلندپایه اردوی دیگر کشورها با اردوی افغانستان یک فرصت خوب است برای تامین رابطه آینده بین اردوی افغانستان با اردوی کشورها. گسترش و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی از بخش‌های مهم دیگر است که امارت اسلامی پیوسته به آن تاکید کرده. در همین راستا شفیع اعظم مدیر روابط اقتصادی وزارت خارجه امارت اسلامی با هیئتی که به سرپرستی معاون وزیر صنعت و تجارت کشور که به بنگلادش رفته با مقام‌های آن کشور دیدار و در مورد گسترش روابط اقتصادی گفتگو کردند. ما کالای را مورد نیاز خود میتونیم به شکل سادهش وارد بکنیم. ما فکر میکنم که به این روابط و ایجاد روابط تجارتی مستحکم با کشورهای همسایه و منطقه میتونه خیلی به سود افغانستان تمام شود. باورها این است که امارت اسلامی در بیش از 4 سال پسین برای گسترش بیش از پیش روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای جهان تلاش‌های همه‌جانبه کرده و این روند همچنان ادامه دارد. عطاالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی در جریان سفر خود به ولایت تخار روند توزیع پول نقد و گندم خوراکی برای مهاجران بازگشته به کشور را آغاز کرد. آقای عمری گفت که این روند در شماری از ولایت‌ها آغاز شده و برای بیش از 2200 مهاجر بازگشته در تخار کمک‌های نقدی و گندم توزیع می‌گردد. جان آقا امانزاده گزارش فرستاده. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی در سفر به ولایت تخار روند توزیع پول نقد و گندم خوراکی را برای مهاجران بازگشته به کشور آغاز کرد. عطاالله عمری گفت که این کمک‌ها به دستور رهبری امارت اسلامی برای بیشتر از 2000 مهاجر بازگشته در ولایت تخار شروع شده است. آقای عمر تاکید کرد که آغوش امارت برای تمام مهاجران افغان باز است و رهبری امارت اسلامی رسیدگی به مشکلات‌های مهاجران برگشته را مسئولیت ملی و شرعی می‌داند. در همین ولایت هم امروز در حضور والی صاحب محترم ما این پروسه را افتتاح می‌کنیم. باز کمیته مخصوص در همین ولایت تشکیل شده و از طرف وزارت ما مردم هم اینجا توظیف شده مال صاحبا هستند. اونها هم تا انتهای پروسه در اینجا می باشند در همین ولایت ها. انشالله این را به خوبی به مستحقینشان خواهیم رساند. مسئولان محلی ولایت تخار ضمن استقبال از این روند آغاز توزیع کمک‌ها را گام مهم در راستای حمایت از مهاجران بازگشته دانسته و بر لزوم هماهنگی بیشتر میان اداره‌های امارتی برای شناسایی دقیق نیازمندان و توزیع شفاف کمک‌ها تاکید کردند. او موږ په دې باندې یقیني خوشاله یو چې همیشه زموږ ملت د بل د لاس څخه خلاص وي او په خپل هیواد کې خودکفا سي. نو موږ د امیر المؤمنین حفظه الله د هدایاتو او بیا خصوصا د وزیر صاحب د راتګ شکریه ادا کوو. شماری از مهاجران بازگشته از حمایت و همکاری امارت اسلامی ابراز خرسندی کرده و بر ادامه این گونه کمک‌ها تاکید کردند. دیگه حالی همین زمستان است به مردمی که مهاجر بودن به اینا 5 جوجه گندم و 5,000 افغانی نقد کمک شده برشان. ما بسیار خوشحال هستیم. فعلا یک غریبی که بیچاره است نداره عودت کرده آمده فعلا 5,000 افغانی برش
خیلی پول است. خوشحال هستیم بیشتر کمک شود که ما تا که مهاجر شدیم تا کمک نگرفتیم، اولین کمک که به ما رسیده. روند توزیع کمک‌ها به مهاجران بازگشته به کشور چندین پیش به دستور رهبر امارت اسلامی از کندهار آغاز شد و در ولایت‌های دیگر نیز ادامه خواهد داشت.